منابع پایگاه خبری بامداد خبر دادند که هفته گذشته جنازه‌های باز دو محبوس از تاجیکستان را که در جنگ اوکراین کشته شدند به تاجیکستان آورده، یکی را در شهر دوشنبه و دومی را در نویه شاریتوس به خاک سپاریدند. یک منبع بامداد خبر داد که نماز جنازه خالیاروف طلبشاه سال تولدش 1991 که از مرکز نویه شاریتوس بود روز 9 مارس سال 2023 بعد نماز بامداد در مسجد مرکز نویه برگزار شد. طلبشاه در روسیه با جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شده بود. معلوم نیست که او را چگونه و با چه وعده از محبس روسیه به جنگ اوکراین بردند و او کی و در کجای اوکراین کشته شد، ولی جسدش را شب 8 و 9 مارس به تاجیکستان آوردند و صبح 9 مارس به خاک سپاریدند. خبر داد امصبت بامداد. تا این ساعت تفصیلات از این بیشتر درباره سرنوشت این محبوس تاجیک در جنگ اوکراین کشته شده در دست نیست. منبع دیگر بامداد خبر داد که اخیراً در آرامگاه محله سیوم بازا در کناره‌های شرقی شهر دوشنبه سلاویک نوگورودسف پسر مارینا پتروشنکا طبیب قسم طبی فرودگاه دوشنبه را به خاک سپاریدند. سلاویک در شهر اولانوده مرکز جمهوری بوریاتستان روسیه با مواد مخدر به دست افتاده بود و چند سال باز زندانی بود تا ادای حکم او همگی 6 ماه دیگر باقی مانده بود و برای نزدیکانش نافهم است که او به خاطر چی برای رفتن به جنگ اوکراین راضی شده است. سلاویک دین اسلام را قبول کرده نامش را به سلیمان عوض کرده بود. نقل کرد همصحبت بامداد. کی و در کجای اوکراین و در چه شرایط کشته شدن زاده دوشنبه سلاویک یا سلیمان معلوم نیست. تنها از اول ماه مارس علاقه جنازه های 3 محبوس تاجیکستانی در جنگ اوکراین کشته شده را به وطن آورده در اینجا به خاک سپاریدند. اخیراً خبرهای به دست میرسند که در محبس‌های روسیه محبوسان را با تهدید کشودن پرونده نو و به گردنشان زدن حکم نو مجبور میکنند که خودشان عریضه نوشته به جنگ ضد اوکراین بروند. تا امروز درباره کشته شدن حدود 20 محبوس تاجیک که از زندان‌های روسیه به جنگ اوکراین برده شدند گزارش‌ها به دست رسیدند. اکثر آنها را شرکت واگنر مربوط به ایوگنی پریگوژین، یک سرمایه‌گذار نزدیک به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، با وعده عفو و آزادی زود به جنگ میبرند.